19 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون در دوره سفر کاری به ولایت سوخت بینای مأموری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را در ناحیه جبار رسولوف مورد استفاده قرار دادند. خورشید راهی ما، پیشوای رهنما، در عرصه جهان عهد و گواهی ما، بخشنده ظفر با جان به انجمن، نیروی ما شما هم جان این وطن. از حزبیان سلام، پیشوای جاویدان، تبریک جشن خلق، پیشوای تاجیکان. خوش آمده پیشوای معظم ملت. خوش آمدی ای پیشوا، ای قهرمان بابای ما. با هر قدم پر نور کن امروز و هم فردای ما. از آمدنهای شما هر گوشه خاکی میهن از پیش زیباتر شود، رنگی دیگر گیرد وطن. آسودگی و بیغمی امروز ما را هم نواز، بختی سفیدی کشورم از زحمتی بابای ما. خوش آمدی بابا جان، ما را به سرور دولت محترم امامعلی رحمون اطلاع دادند که بینای نوبنیاد از 3 آشیانه عبارت بوده، دارای 10 حجره کاری، کتابخانه، بایگانی، مجلسگاه و قبول شهروندان می باشد. در آن بهترین شرایط برای کارمندان فراهم آورده شده است. انشاءات نوبنیاد در دوره کارهای سازندگی به استقبال 35 سالگی استقلالی دولتی بنیاد شده، تحفه ارزشمند برای کارمندان ارزیابی می گردد. باعث سرفرازی است که امروز با اشتراک پیشوای معظم ملت رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمون بینای نو زمانوی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه جبار رسولوف به استفاده قرار داده شد. ما حزبیان را که هدف و مقصد اساسی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تامین زندگی شایسته مردم، بالا بردن سطح نیکوحالی مردم می باشد، ما را وادار می سازد که باز صدقاً از دل و جان به وطن زیر سیاست سازنده پیشوای معظم ملت سهامگذار باشیم. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور ماه می سال 2024 آغاز گردیده از حساب مبلغ‌های کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و جلب اعضای فعال حزب، صاحبکاران محلی و شخصان سخاوت پیشه بنیاد گردیده است. طبق اطلاع مسئولین به حالت 1 نوامبر سال 2025 اعضای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه جبار رسولوف 11380 نفر را تشکیل می دهند. حالا در حدود ناحیه 73 تشکیلات ابتدایی حزبی فعالیت دارد. ما اعضایان فعال حزب خلقی دموکراتی جنوبی تاجیکستان در ناحیه جبار رسولوف از این اشتراک پیشوای معظم ملت خرسندیم، شکرانه میکنیم و حرکت میکنیم که مثل پیشوای معظم خود در سازندگی و بنیادکاری و توسعه و آزاد نمودن محل زیست خود حس خود را گذاریم و ما شهروندان باید شکرانه کنیم که چنین پیشوای معظم ملت داریم. باعث قید است که ما اعضایان فعال حزب خلقی در ناحیه دائما در آبادانی، سازندگی و تشویق و ترغیبات بردن جوانان در هدایت هایی که پیشوای معظم ملت خود در برآمدهایشان قدم میکنند سهم گذاریم. قامت افراختن بنا به مرکز ناحیه حسنی تازه ضم نموده است. اطراف انشاءات با گل و درختان سایه افکن آرا داده شده، تمام راهرو و گذرگاه ها سفالک پوش گردیدند. همزمان در عرفه 31 سالگی تأسیس یابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به ساختارهای محلی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در 18 شهر و ناحیه‌های کشور ماشین‌های خدمتی تقدیم کرده شد.